این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که از مذاکرات ناامید شده و مجبور شده از این حرفا بزنه. اولین مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرفهای آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ سگ و سیله های عظما هم از ترس ریزش بسیجی‌ها شروع کردن به این هارت و پورتا. پیش بینی میکنید. ببینید همین که آقای سرور عزیزمون جناب آقای دکتر ثابتی هم اشاره کردن، آمریکا در اول من یک کلمه میگم، اگه بخواد تعرضی به ما داشته باشه 51,000 اول باید تابوت رو آماده بکنه، بعداً بخواد تعرضی به ملت ایران داشته باشه. این میترسه و همین الان هم نیروهاش کشیده عقب. گفت ما برای شما نیاوردیم، ما برای یمن آوردیم. ما خدمت آقای خزیان، خدمت سردار حاجی زاده بودیم، تبیین بسیار درست از وضعیت ارائه داده، پایگاه منطقه. فقط یک کلمه، گوشت آمریکا زیر دندون ملت ایرانه. اینا جرأتی هیچ کاری نداره. اما بعدش این وزیر خارجه سابق عظما اومد و گفت بابا اینطوری نمیشه، یه چیزایی باید بدیم. بالاخره باعث ببینید، حالا من دیگه حالا به عنوان یه ایرانی صحبت نمی کنم، به عنوان یه تحلیلگر دارم صحبت میکنم. خودمو گذاشتم بیرون از منظر ایران دیگه صحبت نمی کنم. بالاخره شما باعث به اون طرفم یه امتیازی بدی که او بره بگه من این کار کردم، و الا که خب اگر میشه همه امتیازاتو بگیری هیچ ندی، خیلی عالیه، این که همه دوست دارن اینجوری باشه، ولی اون دیگه نیاز به مذاکره نیست. توجه میکنید؟ پاسدار خالیباف هم گفت بابا این چه طرحیه، حتی وعده رفع تحریم ها رو هم ندادن. درم آبانه حتی وعده رفع تحریم را نیز نمیدهد و روشن است که هیچ منطق عقلانی چنین توافق یک طرفه و تحمیلی را نمیپذیرد. رئیس جمهور متوهم آمریکا بهتر است بداند اگر واقعاً به دنبال توافق است باید رویکرد خود را تغییر داده و از تقسیم کار با رژیم صهیونی و پیگیری ایده‌های شکست خورده نتانیاهو دست بردارد. این هم یک کامنت از فضای مجازی درباره همین بازی‌های آخوندا. حالمون به هم خورد از اون کشورداریتون. هی هم راه میریم میگین دشمن اونیه که بیاد بهتون بگه شلوم، اونیه که بیاد بهتون بگه هلو. یه عمر گفتین سلام علیکم و لزالینتون هم اینجا تا سر خیابون کشیدین، چه گلی سر مردم زدین. الان هم که راه افتادین غنیسازی و بهانه کردین سر مردم، چه گلی به سر مردم تا این درصد غنیسازی که تا الان کردین چی کار برای مردم کردین که اون کشور هیچ وقت هیچ چی نداره. وزیر خارجه عظما هم زده تو خط اجرای کمدی استندآپ. من صبح با دوستان یه جلسه داشتیم، شوخی اونجا کردم باهاشون، گفتم که این همایش از نظر من همایش کاملا جدی. ما نیومدیم شیراز که خلاص فالوده و بستنی اینا بخوریم بریم، برای کار جدی اومدیم. البته فالوده و بستنی هم میخوریم انشالله. و نگران چیه؟ اثر شانورما رو نداره، آخر نگران نباشید. معلومه حسابی گیجویچ شده. حالا که همه حرفای عظما داره غلط در میاد، این حجت الاسلام شلغم اومده تا با این خالی بندی ها عبای پاره عظما رو رفو کنه. ایشون فرمودن که من همیشه نقشه تا 50 سال آینده رو میکشم، اما وقتی خدمت رهبری رسیده بودن با ایشون دیگه مثلا مفصل‌تر صحبت کرده بودن، گفته بودن ایشون تا 100 سال آینده رو در نظر میگیره. اما کارشناسای نظام نظر دیگه‌ای دارن، مثل این که میگه شیوه حکمرانی عظما دیمیه. کیفیت نظام حکمرانی در کشور ما بسیار بسیار ضعیفه، به خاطر اینکه پاسخ این سوالا رو به طور مشخص نداره و خیلی متکیه به همین منابعی که فراهم میشه. من همیشه اینو عرض میکنم که بالاخره سر همین برخورداری از درآمدهای نفتی، وقتی قیمت نفت میره بالا منابعمون خوب میشه، ما هم شروع میکنیم به اصطلاح
حرفای بزرگ زدن و اصطلاح خب پول خرج میکنیم و اینا. وقتی هم که قیمت نفت میاد پایین میگیم که خب منابع نداریم. خب این فرقی با کشاورز دیمکار نداره که. کشاورز دیمکار هم وقتی بارون میاد خوبه، وقتی که بارون نمیاد خشکسالی میشه، بده، میشه مدیریت دیمی در واقع به این معنی. این هم رئیس جمهور عظما که میگه 100 سال کدومه 20 سال کدومه، عظما تو نون شبش هم مونده. چشماندازی که مقام معظم رهبری فرموده بود 20 سال بعد، یعنی الان ما باید بهترین میشدیم در منطقه، در اقتصاد، در علم، در فناوری، الگو و الهام بخش هستیم. خب از رهبر بالاتر چشمانداز مشخص کنن من جایی رو که میبینم کجا باید باشه. چرا نیستیم؟ در اقتصاد قرار بود ما در منطقه اول بشیم. حالا فکر میکنید زرشکیان برای اینکه تو منطقه اول بشه چه برنامه‌ای داره؟ جواب رو خودتون بشنوید. میتونم شهادت بدم این رو من که در کل دستگاه دیوانی و دولتی در کشور شما الان تو این گرمای تابستون جایی رو و اتاقی رو گرمتر از دفتر شخصی آقای رئیس جمهور نمیتونید پیدا کنید. اما از این نمایش‌های مسخره که بگذریم میرسیم به اصل مطلب که چیزی نیست جز خالی کردن جیب مردم، اونم به صورت پلکانی. فقط نصف پول برق رو از مردم میگیریم و خب قیمت تمام شده برق حداقل 4000 تومان هستش اگر که بخوایم همه موارد رو لحاظ بکنیم که انشالله در صدد هستیم به تدریج این رو اصلاح بکنیم و به صورت پلکانی. اینا دنبالچه‌های همون خمینی ملعونن که وقتی اومد از این وعده ها داد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. این پیشی بانمک رو ببینید که داره به صورت کاملا مجانی برق تولید میکنه. مشنگستان این هفته رو با حرفای نوه شاه سلطان خمینی شروع میکنیم که خودش هم میدونه که درباره بابا بزرگش اینطوری میگن. سالهای گذشته و امسال هم همواره دشمنان ما با تمسخر، با تحریف، بعضاً با دروغ پراکنی سعی میکنند که شخصیت امام بزرگوار رو در چشمهای مردم و احیانا نسلهایی که امام رو ندیدند به گونه دیگه جلوه بدند. هر سالی که میگذره میبینید قطعاتی رو پیدا میکنن در فضای مجازی در موارد مختلف. ابتدا از سخره شروع میکنن، مسخره میکنن و بعد هم تحریف میکنن، دروغهایی رو به هم پیوند میدن، تحلیلهای اشتباهی رو. این قرار بود مثلا از خمینی تعریف کنه، اما وضعیت طوری شده که خودش هم پسکی رفت. ببینید آش چقدر شور شده که صدای یکی هم در اومده. خمینی نگو، جوکر بگو. شرایط به گونه است که اگر سری به بعضی از رسانه ها و هجرنامه ها و هزلنامه های فضای مجازی بزنید، دیگه امام رسما شده موضوع حجب و هزل ضد انقلاب و جریانات داخلی هم با این کاملا همراهی میکنن. منظور اینا از مسخره کردن خمینی احتمالاً انتشار چنین کلیپایی تو فضای مجازیه. امام ساعت 5 صبح همین روز با وجود اینکه دمای هوا
36 درجه سانتیگراد بود احساس سرما می‌کردند. از ساعت 9:14 نیز بیحالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود و خبر از اوضاع ناگوار جسمانی امام میداد. آقای کسالت امام یا هر روز یا یک در میان من میرفتم عیادتشون اینا. ساعت 3:58 ناگهان اتاق مراقبت‌های ویژه بیمارستان دچار ولوله می شود. قلب امام ایستاده و فشار خون 0 شده است. با تلاش پزشکان و پرستاران ساعت 4:01 قلب دوباره برمیگردد. مجرای تنفس امام به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شود. غروب شده است ولی امام بعد از ایست قلبی دیگر چشمانش را باز نکرده و همچنان در حالت اغماست. رفتم تو همون اتاقی که امام خوابیده بودند و کارهای پزشکی که بود داشتند و دیگه امامی که زنده باشه من ندیدم. سرانجام ساعت 10:23 پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. البته برای مسخره کردن خمینی نیازی به درست کردن این کلیپا نیست. حرفای خودش به اندازه کافی مسخره هست. و از این جهت مدیر این عالم طبیعت، یعنی در این نجمه کوچک، در این زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره می کند و زنده می کند این عالم را. آنتنه هایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. این آخونده هم دیده بازارشو خیلی کساده، مغز نداشتش رو به کار انداخته و چنین پرت و پلایی گفته. اعتصاب کنن ما نون نداریم. اگر راننده تاکسی ها اعتصاب کنن ما دیگه ماشین نداریم. آخوندها اعتصاب کنن چی نداریم. آخوندها نباشن مردم نمیدانن نظر معصوم در رابطه با پدیده ها چی. پیشرفت‌های تکنولوژیک عظما به همینجا محدود نمیشه. تسبیح دیجیتال هم هست. تکنولوژیا